سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 51 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز درس امروزه برای نفرانی که نو به کانال ما پیوستند، ما در کانالمان زبان انگلیسی را از صفر آسان و رایگان می‌آموزانیم. اگر شما نیز خواهش آموختن زبان انگلیسی را داشته باشید، پس با نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما باخبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزه همان چنین است. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Ancient Chinese proverb. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: بهترین زمان برای کشت درخت 20 سال پیش بود. دومین زمانی بهترین همین حالا است. مقاله باستانی چینی. و آمدیم به قسمت watch to watch یعنی چی تماشا کنیم. توصیه درس امروزه ما این فیلم تصویری The Wild Robot یعنی ربات وحشی یکی از فیلم های تصویری دوست داشته من می باشد و نام فیلم تصویری چخیلی که گفتم The Wild Robot سال برآمدش سال 2024 می باشد. مقدار دقیقه هایش 102 دقیقه می باشد و سویه زبان انگلیسیش باشد A2 و B1 باشد. برای بعضی ها A2 و یا B1 شاید نافهمه باشد. A2 این سویه آغاز و یا سویه الیمنتری می باشد و B1 باشد سویه میانه، یعنی سویه این فیلم تصویری میان آغاز و میانه است. اگر بگید که از کجا تماشا کنیم، در دلخواه براوزر نام فیلم تصویری را نوشته بعد از آن کلمه watch می نویسید. اگر خواهید که با زیرنویس تماشا کنید with subtitles می نویسید و یا با تلگرام ما در آمده از تلگرام ما پیوند فیلم را گرفته می توانید. چخیلی که میدونید ما در چپتر 6 یعنی در باب ششم کتاب قرار داریم و موضوع باب ششم کتاب nouns and pronouns یعنی اسم ها و جانشین ها می باشد و در درس امروزه ما موضوع چهارم باب ششم را به شما میفهمانیم. درس 51 موضوع درس امروزه ما nouns singular and plural اسم ها شکل تنها و شکل جمع. برای خوبتر فهمیدن در پایین یک تا مثال آوردیم. 1 apple یک سیب 3 apples 3 سیب. چلی که گفتیم موضوع امروزه ما nouns singular and plural اسم ها شکل تنها و شکل جمع باشد. این موضوع رو شما از درس های قبلی الکی میدونید. در این درس یک بار دیگر پر را تکرار میکنیم. در ستون یکم اسم ها در شکل singular یعنی در شکل تنها آورده شدند. در ستون دوم باشد اسم ها در شکل جمع یعنی در شکل plural آورده شدند. در سطرها باشد یک چند راهی شکل جمع کردن اسم ها است. آنها را دانه به دانه خوانده به شما میفهمانیم. یکم to make the plural form of most nouns add es برای شکل جمع کردن اکثر اسم ها با آخر آن حرف s اضافه میکنیم. مثلا 1 pen 2 pens یک روچکه 2 روچکه ها. 1 apple یک سیب 3 apples 3 سیب ها. 1 cup 4 cups یک پیاله 4 پیاله ها. 1 elephant 5 elephants یک فیل 5 فیل ها. شکل دومی جمع کردن اسم ها in end of noun اگر آخر اسم با consonant and y با همصدا و حرف y تمام شود، یعنی در اینجا در کلمه baby حرف b همصدا می باشد و بعد از آن حرف y آمده است. در این حالت plural form شکل جمعش می شود change y to I and add es حرف y رو با حرف I عوض می کنیم و در آخرش es اضافه می کنیم. baby می شود babies city می شود cities. در شکل سیوم end of noun آخر اسم اگر با vowel and y با صدانک و حرف y تمام شود، در اینجا حرف a و حرف e صدانک می باشند و بعد از آن حرف y آمد. در این حالت باشد plural form at es در شکل جمع تنها s اضافه می شود. مثلا کلمه boy پسر می شود boys key کلید می شود keys. شکل چهارم end of noun آخر اسم اگر با حرفهای fe و یا f تمام شود plural form شکل جمعش می شود change f to we and add es
حرفی F رو با حرفی W عوض میکنیم و ES اضافه میکنیم. کلمه wife زن میشود wives. کلمه thief دزد میشود thieves. شکل دیگر end of noun آخر اسم اگر با حرفهای SH, CH, double S دو تا S و X تمام شود در این وقت plural form add ES در شکل جمعش حرفی ES حرفهای ES اضافه می شود و تلفظشون باشد همچون is می شود is. مثلا دیش رو دیش گفته نمیتوانیم دیشز. match دیش می شود طبق و کوسه. match این گوگرد می شود در شکل جمعش می شود matches. class می شود classes درس و یا صنف. box می شود boxes قوطی ها. و شکل آخران end of noun consonant plus o اگر اسم هایی که با همصدا و حرفی او تمام شود plural form شکل جمعش es میگیرد. کلمه tomato و potato پمیدار و کارتوشکا با همصدا و حرفی او تمام شدن در شکل جمعش es میگیرد. tomato میشود tomatoes potato میشود potatoes. و اگر end of noun آخر اسم با vowel and o با صدانک و حرفی او تمام شود در این وقت plural form در شکل جمعش تنها حرفی s اضافه می شود. زو می شود zoos. رادیو می شود radios. برای خوبتر فهمیدن میگذاریم با مشق ها. Exercise 14 مشق 14 Complete the sentences جمله ها را پر نمایید. Use the plural form of the words in the lists شکل جمعی کلمه هایی که در روی خط ها هستند استفاده برید. Use each word only once هر کلمه رو تنها یک مرتبه استفاده برید. خیلی که فهمیدید در روی خط کلمه ها داده شدند ما باید در جایهای خالی شکل جمع این کلمه ها رو گذاریم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. Mr. and Mrs. Parker have one daughter and two sons. They have one girl and two boys. جناب و خانم پارکر یک دختر و دو پسر دارند. آنها یک دختر و دو بچه دارند. در کلمه boys در شکل جمعش تنها اسم میگیرد. مثال دوم The students in my class come from many طلبهایی که در صنف من هستند از کجا آمدند؟ از کشورهای گوناگون آمدند. کشور می شود country شکل جمعش می شود countries. مثال سوم Women give birth to زنها حیات می بخشند به کی؟ To babies زنها با کودک‌ها حیات می بخشند و یا حیات می دهند و یا کودک‌ها را تولد می کنند. مثال چهارم My money and my are in my pocket پولم و چیم در جزدانم هست. My money and my keys پولم و کلیدهایم در جزدانم هست. keys تنها اسم میگیرد در شکل جمع. I know the names of many in the United States and Canada در کانادا و ایالات متحده نامهای چی رو میدونم؟ کلمه موافق این city می باشد و شکل جمعش cities. I know the names of many cities and in the United States and Canada نامهای بسیار شهرها رو در ایالات متحده و کانادا میدونم. مثال دیگر I like to go to parties because I like to meet and talk to people من به جشن ها و یا به پارتی ها رفتن میخواهم. رفتن رو نقص میبینم چون که با مردم با خوردن و گپ زدن رو دوست میدارم نقص میبینم. People carry their food on trays in the cafeteria مردم در کافتریا خوراکهایشون رو در پدناس و یا در طبق میبرند. We always use our ما همیشه چی رو استفاده میبریم؟ Dictionaries when we write compositions ما همیشه وقتی که انشا نویسیم لغت هایمان رو استفاده میبریم. Good evening gentlemen خانمان و جنابان باید گوییم میشود Good evening شام بخیر ladies and gentlemen خانمان و جنابان. Ride horses اسبها رو کی میراند؟ Cowboys ride horses کاوبوی ها اسبها رو میرانند. میگذاریم به صفحه دیگر.
این مشق هم قسم دومی مشق قبلی است. It's fall. تیر ماه هست. They are falling from the trees. چیها از درخت می افتند. Leaves. کلمه leaf برگ می شود. با حرف F تمام شده است. از این رو حرف F می افتد و جایش leaves می شود. The leaves are falling from the trees. برگ ها از درخت افتیده ایستادند. از درخت ها افتیده ایستادند. Sue and Ann are married. Sue و Ann اویلادور هستند. They have husbands. آنها همسرها دارند. They are wives. آنها زنها هستند. کلمه wife هم با FE تمام شده است. از این رو FE می افتد و جایش VES می آید. مثال دیگر We all have some problems in our lives. Life می شود حیات. Lives می شود حیات ها. ما هممون در حیات هایمان بعضی مشکلی ها داریم. Police officer catch thieves. پلیس، افیسر پلیس دزدها را دستگیر کرد. Please put the knives, forks and spoons on the table. لطفاً کردها را، شاخینک ها را و قاشق ها را در بالای میز گذارید. Knife می شود کرد و شکل جمعش می شود knives. بگذاریم به مشق دیگر. List C. روی خط C. این مشق هم ادامه مشق قبلی است. Bob drinks 8 glasses of water every day. Bob هر روز 8 استکان آب می نوشد. Glasses. مثال دیگر. There are two sexes, male and female. دو جنس هست. Male and female. مرد و زن. در شناسنامه ها در اکثر جا می‌بینید وقتی که درباره جنس شما گپ رفته ایستاده باشد میل و یا فیمیل می‌نویسد و یا حرف M و یا حرف F می‌گذارند. 18. Please put the dishes and the silverware on the table. لطفاً dishes طبق کاسه ها را و کلمه silverware باشد نام عمومی قاشق، چاخینک و کارد میباشد. لطفاً طبق کاسه ها و قاشق کاردها را در روی میز گذارید. All citizens pay money to the government every year. همه شهروندان هر سال به حکومت پول پرداخت میکنند. They pay their taxes. آنها اندازهایشان را پرداخت میکنند. I can see trees and bushes outside the window. من درختها و بوته را در بیرون از سیرزه میبینم. مثال 21. I want to light the candles. من شمعها را گریان کردن میخواهم. I need some matches. من به گوگرد احتیاج دارم. When I make a salad, I use lettuce and tomatoes. وقتی که من خورش کنم من کرم و پمیدار استفاده میکنم. Sometimes Sue has a hamburger and French fried potatoes for dinner. کلمه have و یا has این معنای داشتن رو دارد اما وقتی که بعد از این کلمه یگام خوراک بیاید در اینجا معنای خوردن رو میدهد. ترجمه این جمله میشود بعضا سو همبرگر و کارتوشکای بیریان میخورد برای خوراک شامش. We often eat sandwiches for lunch. ما زود برای خوراک نصف روزی ساندویچ میخوریم. مهمت is a student. مهمت دانشجو است. He likes his classes. وی صنفهایش رو و یا درسهایش رو نقض میبیند. Some animals live all their lives in zoos. بعضی حیوان ها تمام عمرشون رو در باغ‌های حیوان ها زندگی میکنند. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 18 مشق 18. Find the plural nouns in each sentence. در هر جمله اسمهای شکل جمع رو یابید. Pronounce the nouns. اسمها رو تلفظ نمایید.
Then read the sentences aloud. بعد جمله‌ها رو در شکل بلند خوانید. مثال یکم را میخونیم. جمله یکم را میخونیم. The students are carrying books and backpacks. در این جمله کلمه های students, books و backpacks این plural nouns می باشد و آنهایی که حرفایی که در درون قوس هستند این طرز تلفظ آخری کلمه ها می باشد. جمله دوم را میخونیم. Department stores sell many sizes of clothes. مغازه های کلان اندازه های زیادی لباس ها را می فروشند. در اینجا کلمه های stores, sizes, clothes اسم های شکل جمع باشند. جمله سوم را میخونیم. The weather is terrible. باد و هوا دهشتناک است. It's raining cats and dogs. گربه ها و سگ ها بریده ایستادند. خیلی که در رسم میبینید گربه ها و سگ ها بریده ایستادند. اما وقتی که باد و هوا بد باشد سگ و گربه نمیبرد. این در زبان انگلیسی ایدیوم میگویند. The idiom در زبان تاجیکی فرزیولوژیسم میگویند. یعنی معنای raining cats and dogs. گربه ها و سگ ها بریدند. معنایش raining very hard یعنی بارانی سخت می باشد. در این جمله کلمه های cats and dogs plural nouns می باشند. جمله چهارم را می خونیم. The teachers have their offices in this building. آموزگاران در این بنا آفیس های خود را دارند. در این جمله باشد teachers و offices plural nouns می باشد. جمله چهارم. Engineers build bridges. مهندسان کوپرک ها می سازند. Engineers و bridges کلمه های شکلی جمع می باشد. اسم های شکلی جمع. جمله ششم. At the zoo you can see tigers, monkeys, birds, elephants, bears and snakes. در باغ حیوانات شما می توانید پلنگ ها را، میمون ها را، پرنده ها را، فیل ها را، خرس ها را و مار ها را بینید. در این جمله کلمه های tigers, monkeys, birds, elephants, bears, snakes کلمه های شکل جمع باشند. جمله هفتم. People have 2 ears, 2 eyes, 2 arms and 2 hands, 2 legs and 2 feet. انسان ها 2 تا گوش، 2 تا چشم، 2 تا بازو، 2 تا دست، 2 تا زانو و 2 تا پا دارند. در اینجا کلمه های ears, eyes, arms, hands, legs plural nouns می باشند. جمله هشتم. Square tables and rectangular tables have 4 edges. میزهای کوادرات و چهارکنجه 4 تا کنج دارند. Tables, edges اینجا plural nouns یعنی اسمهای شکلی جمع باشند. جمله نهم را میخونیم. My dictionary has 350 pages. کتاب لغت من 350 صفحه دارد. در اینجا کلمه pages اسم شکل جمع باشد. جمله دهم. I like apples, bananas, strawberries and peaches. من سیب ها را، بنان ها را، کلوبنیکه ها را و شفتالو ها را نغز میبینم. در اینجا کلمه های apples, bananas, strawberries و peaches اسم های شکل جمع باشند. جمله آخران را میخونم. My apartment has cockroaches in the kitchen. حجره من در آشخانه‌اش ترکان ها دارد. در این جمله کلمه cockroaches این اسمی شکل جمع می باشد و برای خوبتر فهمیدن این طرز تلفظ درس 21 ما رو تماشا نمایید. در آن درس ما فهماندیم که کدام وقت آخر اسم ها همچون اس تلفظ می شوند و کدام وقت همچون زی تلفظ می شوند. New words کلمه های نو. wife زن، husband شوهر، thief دزد، knife کارد. در اینجا حرفی که تلفظ نمی شود. dish طبق و کاسه، match گوگرد، box قطی، tomato پمیدور، potato کارتوشکا، backpack سمکه، tray طبق و یا پدناس، composition انشا، lady خانم، gentleman جناب، leaf برگ، life حیات، fall autumn تیرماه، bush بوته، male مرد، female زن، terrible دهشتناک.
در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما می‌دهیم: یکم، مشق‌های کتاب رو به دفترتان نویسید. مشق 14 و 18 باب 6 کتاب رو به دفترتان نویسید. دوم، درس 21 رو تکرارا تماشا کنید. سوم، کلمه‌های نو را از یاد کنید و در جمله‌سازی استفاده نمایید. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال آبونه نشده باشید آبونه شوید، با نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.